حکم این افراد یعنی بیمارانی که امید بهبودی ندارند و پزشکان و دکترها اونها رو ناامید کردند و به صورت کلی، یا کسانی که پیر هستند و فرتوت هستند و بر اثر بزرگسالی و پیری نمیتوانند روزه بگیرند، که قطعا برای اینها هم امیدی برای این که دوباره جوان بشوند و این تواناییشون رو دوباره باز بیابند چون این امیدی هم وجود نداره. در این زمینه حکم شرعی این هست که این افراد اجازه دارند، میتوانند که روزه نگیرند. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می‌کند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل مطالبی را درباره بیماری خدمت شما بیان کردم. اگر به خاطر مبارکتان باشد عرض کردم که بیماری بر دو نوع هست. یک نوع بیماری که بیماری مزمن نیست و بیماری هست که عارضی است، برای چند روز هست و بعد از چند روزی یا بعد از ماهی یا کمتر و بیشتر الله متعال این بیماری را شفا می دهد. امید بهبودی داریم که حکم اون بیماری را در جلسه قبل من خدمت شما بیان کردم که این نوع بیماری بر سه نوع هست. یک بیماری اندک هست و بی شفا افتاده هست که هیچ ضرر و زیانی رو ندارد برای انسان و هیچ گونه تضادی رو با روزه گرفتن ندارد، که عرض کردم در این صورت واجب هست که انسان روزه بگیرد و جایز نیست که روزش رو بشکند. و نوع دوم بیماری بود که با وجود اون بیماری سخت هست برای روزه‌دار که روزه بگیرد، اگر میتواند روزه بگیرد منتها با مشقت زیاد و با رنج و سختی بسیار زیادی، که در این صورت من عرض کردم که مکروه هست روزه گرفتن و بهتر هست که چون این فردی روزه نگیرد و بعد از این که خداوند متعال شفا داد روزه را قضا بیاورد. و صورت سوم که سخت‌ترین صورتش بود این هست که انسان مسلمانی رو الله متعال مبتلا به بیماری کرده و این بیماری بسیار سختی هست. اگر در زمان این بیماری روزه بگیرد بسیار دچار ضرر و زیان خواهد شد، برای سلامتیش بسیار در واقع خطرناک هست، یا اینکه بیماریش طولانی تر بشود، سخت‌تر بشود، یا اینکه بیمار بشود، یا اینکه منجر بشود به تلف شدن یکی از اعضا یا حواس انسان، که عرض کردم در این صورت روزه گرفتن حرام هست، زیرا که الله متعال ما را از این که خود را در هلاکت بیندازیم و خودمان را بکشیم در واقع نهی کرده. امروز میپردازیم به نوع دیگر بیماری که بیماری هست که به اصطلاح لاعلاج هست و از نظر شرعی به اون میگن که لا یرجا برؤ، یعنی امید بهبودی نیست. یعنی این فردی که در بستر بیماری افتاده گمان میکند و حدسش گمان غالبش این هست و پزشکان هم بهش گفتند که از این بیماری دیگه تو نجات پیدا نمی کنی، این آخرین بیماری عمرت هست و امیدی برای بهبودی هم وجود ندارد. چون این فردی چون که بیمار هست الله متعال به این فرد اجازه داده که روزه رو در واقع بخورند. من قبلا هم عرض کردم هر کسی که بیماری رو داشته باشد و در اون
اون بیماری روزه گرفتن برایش سخت باشد، یا این که اون بیماری منجر به بیماری دیگری می شود اگر روزه بگیرد، که در تمام این صورتها اجازه هست چون این فردی روزش را بخورد، منتها اگر امید دارد که بعدها سلامتیش را به دست می آورد، بهبودی می یابد، پس بنابراین حکم شرعی اساساً در مورد این فرد این است که باید صبر بکند تا زمانی که الله متعال ایشون را شفا بدهد و بعد از این که شفا یافت اون روزه هایی را که در حالت بیماری روزشون نگرفته بود اون روزه ها رو دوباره قضا بیاورد. این صورت اول هست. اما این فردی که الان ما دربارش صحبت میکنیم این بیمار هست، منتها امید این که الله متعال اون رو شفا بدهد و روزی بهبودی بیابد و این بیماریش پایان پذیرد چون این امیدی را ندارد. این فرد و همچنین در کنار این فرد افرادی پیر و فرتوتی رو مانند پیرزال یا پیرمردی که واقعا دیگه تواناییشون کلا تحلیل رفته، هدر رفته و هیچ گونه توانی رو برای روزه گرفتن ندارن، گرچه از نظر ظاهری شاید سالم باشن، درد نمیکشن، منتها توان روزه گرفتن رو هم ندارن. حکم این افراد یعنی بیمارانی که امید بهبودی ندارند و پزشکان و دکترها اونها رو ناامید کردند و به صورت کلی، یا کسانی که پیر هستند و فرتوت هستند و بر اثر بزرگسالی و پیری نمیتوانند روزه بگیرند، که قطعا برای اینها هم امیدی برای این که دوباره جوان بشوند و این تواناییشون رو دوباره باز بیابند چون این امیدی هم وجود نداره. در این زمینه حکم شرعی این هست که این افراد اجازه دارند، میتوانند که روزه نگیرند و حکم قضا هم برای اینها نیست، زیرا که این افراد دیگه ناامید هستند، امیدوار نیستند که الله متعال اینها را شفا بدهد. اگر 1 ماه 2 ماه 1 سال 2 سال هم صبر بکنند بازم اگر زنده باشند در بستر بیماری هستند و امیدی به بهبودیشان نیست. پس بنابراین حکم شرعی اساساً و در مرحله اول برای این افراد این است که اینها میتوانند افطار بکنند، میتوانند روزه نگیرند، زیرا که الله متعال به ما دستور داده که فاتقوا الله ما استطعتم، تا جایی که میتوانید شما از الله متعال پرهیز بکنید و تقوا را در واقع در پیش بگیرید، متقی و پرهیزگار باشید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله متعال هیچ انسانی را فراتر از اون توان و قدرتی که دارد مکلف نمی کند و این انسان ها هم بیمارند، افتادند، پیر و فرتوت هستند و در بستر بیماری و ناتوانی افتادند و توان روزه گرفتن را ندارند. پس بنابراین حکم شرعی اساساً در مورد این افراد این هست که اینها می توانند که به جای روزه گرفتن صدقه بدهند یا به تعبیری همون فدیه شرعی را باید بدهند. و تمام علما در این زمینه اتفاق نظر دارند. اون انسان‌هایی که پیر و فرتوت هستند بر اثر پیری و ضعف و ناتوانی و کهنسالی نمیتوانند روزه بگیرند، حکم اونها مانند بیماری هست که امید بهبودی برایش وجود ندارد. و همچنین آیه‌ای که الله متعال در سوره بقره می‌فرماید و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین، اینو حضرت عبدالله ابن عباس تعویل می‌کند برای اون کسانی که پیر هستند و بزرگسال هستند، کهنسال هستند و بر اثر پیری و ضعف و ناتوانی نمیتوانند روزه بگیرند. حکم این افراد این است که باید افطار بکنند و چون که نمیتوانند روزه بگیرند و بعد از این به جای چند روزی رو که افطار کردند و روزه نگرفتند به جای اون به همون اندازه باید به مسکین ها غذا و طعامی رو بدهند، در مقابل هر روزی به 1 مسکین غذا بدهند. و از نظر شرعی حکم فدیه 1.5 کیلو هست، نصف سا هست برای هر روزی، در مقابل هر روزی 1.5 کیلو از حبوباتی اهم از جو باشه، گندم باشه، برنج باشه یا خرما باشد میتوانند به فقرا بدهند. یا این که هم میتوانند یک شخصی فرض کن بر اثر بیماری نتونسته که 30 روز رمضان را روزه بگیرد، حکم شرعی این است که فدیه بدهد. اگر این فرد به جای این که به 30 نفر 1.5 کیلو به هر نفر 1.5 کیلوی از این حبوبات بدهد، 30 نفر رو مثلا دعوت بکند برای 1 ناهار یا 1 شامی، اینم کفایت میکند و این یک فدیه‌ای هست که الله متعال برای بیمارانی قرار داده که نمیتوانند روزه بگیرند و حکم شرعی این است که به جای روزه فدیه بگیرند. امیدوار هستم که الله متعال تمام بیماران ما را شفای عاجلی عنایت بکند و اون کسانی که هم الله متعال نعمت صحت و تندرستی رو به آنها داده
و دعا میکنم که الله متعال همه را موفق بگرداند که از این نعمت صحت و سلامتی خودشون کمال استفاده را ببرند و این را در واقع یک زمینه باشه برای اینکه در روز قیامت ما بتوانیم به نعمتهای بزرگ الهی و به رضایت الله متعال انشاءالله نائل بیاییم. تا برنامه دیگر تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.